سلام عرض میکنم به بینندگان بینایت عزیزی رادیو زودی و با کاربران گرامی ما و به همه آنهایی که همین لحظه ها انتظار شروع شدن صحبت بودند. شعله گلخوجه هستم از آن دیگر بار در خدمت شما ساعت 7 به وقت پراگا. امروز پنجشنبه 21 فوریه و فکر میکنم روزتان را خوب آغاز کرده باشید و هر کجایی که هستید خدا نگهبانتان باشد. و قبل از اون که من بگذارم به تقدیم خبرها، نخست نگاهی میاندازیم به وضع باد و هوای سه کشور. هوای ما در پراگا همین حالا 2 درجه گرم است، اما پیش بینی میگردد که روزانه باران باریده گرمی به 7 درجه برسد. در مسکو پایتخت روسیه مکانی بود باشی مهاجران عزیز توجیک باریدن برف در نظر بوده. سردی 5 درجه زیر صفر قرار میگیرد. در دوشنبه امروز باریدن برف کوتاه مدت پیشگویی می شود. انتظار می رود که هوا 4 درجه گرم شود. خب از بود هوا گفتیم، اکنون می بینیم که چه خبرها در دست من هست. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کار تلویزیون های دولتی به شدت انتقاد کرده. گفته است که دستگاه های مهم اطلاعاتی و ترغیباتی در شرایط معاصر رقابت پذیر نیستند. انتقاد امام علی رحمان روز 20 فوریه در یک ملاقات با نمایندگان رسانه های دولتی در شهر دوشنبه صدور داد. به این ملاقات نمایندگان رسانه های خصوصی و خارجی دعوت نشده. ملاقات خصوصی امام علی رحمان با کارمندان رسانه های دولتی این نوبت نزدیک 6 ساعت ادامه کرد. نظر به اطلاع رسمی و هم صحبت شرکت داران، پرزیدنت بیشتر از کار تلویزیون های دولتی انتقاد کرده است. باید گفت که در تاجیکستان 4 شبکه دولتی جمهوری فعال است که برای ترغیب سیاست دولت کار میکند. با تاکید امام علی رحمان، انعکاس سری وقتی حادثه و واقعه های عالم در تلویزیون های دولتی تاجیکستان سست به راه مانده شده. اکثر موارد ژورنالیستان به تیاری پیشکی به افیر میبرند. اینچنین پرزیدنت گفته است برنامه های تحلیلی عاید به افزای جامعه جهانی عموما دیدن نمیشود و تجربه متخصصان کسبی در اکادمی و تا به حال نتیجه دلخواه نداده است. رئیس جمهور همچنین سطح پست زبانداری روزنامه‌نگاران تلویزیون را سخت تنقید کرده است. به گفته امام علی رحمان، در تلویزیون های دولتی نمایش هایی که هر هفته تماشابین انتظار شود قریب که دیده نمی شود. طبق دستور رئیس جمهور، تلویزیون های دولتی باید برنامه های جدی تحلیلی با جلب کارشناسان را تهیه کنند. اینچنین کمیته تلویزیون و رادیو موظف شد برای پخش خبرها در بین مهاجران تاجیک و عموما تاجیکان برون مرزی سامانه های مخصوص تأسیس بدهد. مسئله دیگری که امام علی رحمان با آن دخل کرده است ترغیب خود او طریق تلویزیون بوده است. از جمله دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید امام علی رحمان از ترغیب و تشویق خود توسط کلیپ های موسیقی اظهار نگرانی کرده دستور داده است که به جای آن تلاش و زحمت های مردم مهنتکش انعکاس شود. ترکمنستان 10 نفر رانندگان تاجیکستان را که با ماشین‌هایشان در ایستگاه فاراب درماندند نخست جریمه و بعداً از قلمروی کشور اخراج کردند. با گذشت 16 روز از معرکه راهبندان اعلان نشده جاری کرده ترکمنستان، مقامات تاجیکستان میگوید هنوز هم از همتایان خود شرح در این باره نگرفتند. حداقل 4 نفر از رانندگان تاجیک که با ماشین‌هایشان در سرحد ایران و ترکمنستان و سرخس انتظار اجازه ورود به این کشور هستند، از اخراج شدن همتایان خود از ایستگاه فاراب این کشور خبر دادند. از جمله سید علی خدایبردیف راننده تاجیک که روز 20 فوریه از ایستگاه سرخس با رادیو آزادی هم صحبت شد، گفت همتایانش در ایستگاه فاراب که در قلمرو ترکمنستان در نزد مرز ازبکستان قرار دارد دیروز به آنها گفتند آنها را دپارتاسیون کردند. به گفته رانندگان تاجیک، ترکمنستان برای هر روزی بیشتر از مهلت باقی ماندن راننده $10 و ماشین بارکششان $20 جریمه می‌ستانند. رانندگان تاجیک از 2 گذرگاه ایران و ترکمنستان، لطف‌آباد و سرخس گفتند نمایندگان سفارت تاجیکستان به نزد رانندگان به فاراب رفتند، اما نزد آنها نآمدند و کسی از شخصان رسمی سبب‌های وضعیت به عمل آمده را به آنها شرح نداده است. همزمان در وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند وضعیت را از نزدیک نظارت دارند و از این تحولات به عمل آمده واقف هستند، ولی تا به حال از همتایان خود در ترکمنستان پاسخ رسمی نگرفتند. به گفته مسئولان وزارت، در ترکمنستان عین زمان حدود 40 ماشین بارکشان و بیش از 100 واگن تاجیکستان درمانده است. سفارت تاجیکستان در ترکمنستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند از مشکلات رانندگان تاجیک واقف هستند و اطلاعات در مورد آخرین تحولات را به وزارت کارهای خارجی می‌فرستند.
اما تلاش‌های باتکراری رادیوزودی برای گرفتن اطلاع از خدمات مطبوعات این وزارت روز گذشته به نتیجه بود. و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی اخیر خود تهدیدهای نو به آمریکا را به زبان آورده به ساکنان کشورش وعده داد که معیارهای زندگی را بالا میبرد. این همه در شرایطی است که به خاطر بحران ادامه یابنده اقتصادی میزان محبوبیت پرزیدنت ولادیمیر پوتین در پایین ترین سطح قرار دارد. روز 20 فوریه در مراجعتش به هر دو پالاتای فدرالی مجلس پوتین گفت که اگر واشنگتن موشک‌های میان پروازش را در اروپا جایگیر کند، مسکو نه تنها کشورهای میزبانی اصلی آمریکایی بلکه خود آمریکا را هدف قرار می‌دهد. در سخنرانی خود پوتین بار دیگر گفت که روسیه از سازش تسلیحاتی سال 1987 با آمریکا بیرون می‌شود و از پی رشد سیستم دفاعی موشکی خود خواهد شد. پوتین گفت که روسیه خواستار روابط دوستانه با آمریکا میباشد و آماده است که در موضوع نظارت از سلاح با واشنگتن گفتگو کند، ولی عین زمان تاکید کرد که مسکو در برپا کردن چنین مذاکرات تشبث نشان نمیدهد. او افزود روسیه مجبور می شود سلاح‌های ایجاد و مستقر کند که نه تنها قلمروهای کشورهای به طور مستقیم تهدید کننده بلکه این چنین مرکزهای قرار قبول کننده را هدف قرار میدهند. پوتین همزمان وعده داد که اندازها کم و قرضهای خانه دسترستر می شوند. او اینچنین گفت که میزان فقر و بینوایی هم کاهش داده می شود. به گفته او از میان 147 میلیون اهالی روسیه 19 میلیون نفرش زیر خط فقر به سر میبرند و ماهی تنها با $160 زندگی میکنند. خب بینندگان عزیز، بار دیگر درود میفرستم به همه آنهایی که این لحظه ها به ما پیوستند و ما را از آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا دارند و من کوشش میکنم در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را برسانم و فراموش نکنید که در پایان صحبت نگاهی میاندازیم به قرب اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی کشور که شما دائم در این باره از ما میپرسید و من صحبت را با خبرهای جهانی ادامه میدهم. در نتیجه آتش سوزی عظیم در یکی از گوشه‌های قدیمی شهر دکا پایتخت بنگلادش دست کم 69 نفر هلاک شدند. مقامات رسمی گفتند ممکن است تعداد قربانیان فلاکت در محله چاوک بازار بیشتر شود چون عملیات پاککاری ادامه دارد. محله چاوک بازار تاریخی 300 ساله دارد. علی احمد رئیس اداره آتش نشانی بنگلادش گفته است ظاهرا بالون گاز مایع سبب سوختاری شده است که در مدت کوتاه به بناهای گرد و اطراف دامن پهن کرده است. در زیر یکی از بناهای استقامتی در این محله انبار بالون‌های گاز مایع بوده است و شاهدان گفتند که این بالون‌ها یکی پس هم می‌ترکید. سال 2010 در شهر دکا در نتیجه سوختار در یک انبار مواد کیمیایی 120 نفر هلاک شدند. عبدالقادر مشریپов شهروند ازبکستان که در حمله تروریستی کلوب شبانه شهر استانبول ترکیه متهم می شود گفت به این جنایت ربطی ندارد. نشریه حریت نوشت که مشریپov روزی 18 فوریه در دادگاه گفته است من این کار را انجام ندادم، من آن کسی نیستم که در شب حادثه در کلوب شبانه در دستش سلاح کلاشنیکوف بود. خوب بررسی پرونده عبدالقادر مشریپov در دادگاه ماه دکبر سال 2017 شروع شد. مشریپov بعد 17 روزی رخ دادن حادثه تروریستی بازداشت گردید. دادستان برای عبدالقادر مشریپov 40 حکم زندان یک عمری طلب دارد. عبدالقادر مشریپov یکی از 57 نفر است که با عیب همدستی در حمله به کلوب شبانه رینا بازداشت شدند. همسر وی زرینا نورالله‌ای نیز در روی خط عیبدار شونده ها هست. در نتیجه حمله به کلوب در شب 1 ژانویه سال 2017 39 نفر کشته و 69 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت آن حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی به دوش گرفته بود. و ساکن 64 ساله سنت پترزبورگ که در تقلب‌کاری و قانونی سازی غیرقانونی مهاجران متهم می شود به زودی در دادگاه پاسخ خواهد داد. به نوشته آژانس اینترفاکس این مرد خود را کنسول کشوری وجود نداشته آسیپی واقع در حوزه کاریب معرفی کرده نفرانی زیاد از جمله مهاجران توجیک را فریب کرده است. ایرینا ولک نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه روز 19 فوریه به آژانس روسی گفت که تحقیق پیشکی پرونده جنایی یک ساکن محلی انجام شده. این شخص برای تهیه و اجرای یک نقشه تحریزی شده فریب شهروندان خارجی و فروش شناسنامه‌های قلبکی کشوری وجود نداشته متهم می شود.
муфаттишон маълум карданд ки шарикони ин ҷиноят аз номи як созмони тақаллубӣ шиносномаҳои шаҳрвандони кишварӣ вуҷуд надошта ва шаҳодатномаи ронандагӣ таҳия карда ин санъатҳои сохтаро ба хориҷиҳо мефурӯхтанд. дар парванда гуфта мешавад ки кори ин ширкати тақаллубӣ аз соли 2015 ба ин су ба роҳ монда шуда буд ва дар дохили шиносномаҳои тақаллубӣ муҳри убури марзи беларус гузошта мешуд. арзиши чунин санъатҳо аз 15 то 100 000 рубли русӣ таъин шуда буд. аксар онҳое ки мавриди тақаллуби онҳо қарор гирифтанд шаҳрвандони тоҷикистон, узбекистон, покистон, афғонистон ва ҳам чанд дигар ҷумҳурии шӯравии пешин буданд ки бо ҳадафи кор ба Русия рафтанд. خب از این به بعد شهروندان تاجیکستان و ازبکستان میتوانند توسط یک گذرگاه دیگری مرزی نیز به کشور یکدیگر رفت و آمد کنند. پارلمان تاجیکستان در اجلاسی روز 20 فوریه خود پروتکل اوید به وارد نمودن علاوه به سودشنامه تاجیکستان و ازبکستان درباره گذرگاه‌های مرزی دولتی را به تصویب رساند که بر پایه آن گذرگاه نوی حصار بابوتاغ به عنوان 13مین گذرگاه میان دو کشور مورد استفاده قرار میگیرد. سودشنامه تاجیکستان و ازبکستان درباره گذرگاه‌های مرزی 12 فوریه سال 2002 زمانی که اسلام کریمов президент ازبکستان بود به امضا رسید. این گذرگاه در 60 کیلومتری غربی شهر دوشنبه واقع است و نویه حصار تاجیکستان را با منطقه بابوتاغ ولایت سرخندری ازبکستان میپیوندد. تا به حال میان تاجیکستان و ازبکستان 12 گذرگاه اتومبیلی و 4 گذرگاه روی آهن وجود داشت. رجب علی رحمانعلی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان پس از تصویب این سند در مجلس نمایندگان در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت گذرگاه حصار بابوتاغ تنها برای عبور و مروری شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در نظر گرفته شده است و افزود که میان دو کشور گذرگاه‌های بین‌المللی وجود دارد و شهروندان خارجی میتوانند طریق آنها به کشور وارد و از آنجا خارج شوند. رجب علی رحمانزاده در پاسخ به سوال رادیو آزادی که منطقه میناکاری شده مرز بین دو کشور توچیت پاکسازی شدند گفت که در حال حاضر این مسئله از طرف نمایندگان دو کشور مورد آموزش قرار دارد، اما اون نگفت که دقیقاً کدام منطقه از میناها پاکسازی شدند. این مقامدار تاجیک افزود اگر در سال 2017 در گذرگاه‌ها عبور 204,858 نفر شهروندان ازبکستان به قید گرفته شده باشد، از ماه مارس سال 2018 به این طرف 1,384,000 نفر شهروندان ازبکستان از مرز تاجیکستان گذشتند. و بینندگان عزیز، طریق رقم ایموی رادیو آزادی مسافران هواپیمای خطسیر مسکو کلوب شرکت اورالسکی اویالینی که قرار بود نیمه شب امروز از فرودگاه دمدید و پرواز نماید خبر دادند که این پرواز تقریبا 7 ساعت تأخیر کرده است. مهاجران توجیک با فرستادن نوار از فرودگاه گفتند که پروازها دائم با تأخیر انجام می شوند و باعث اذیت کشیدن آنها در فرودگاه‌های روسیه می‌گردد. این هم در حالی است که با گفته این مسافران آنها بلیط هواپیما را با نرخ از 10 تا 12,000 روبل روسی خریداری کردند و همین حالا که ما و شما صحبت داریم این هواپیما من فکر میکنم که حالا در سما است و به سوی تاجیکستان است و ما با این مسافران البته روی سفید میخواهیم و تشکر میگوییم که با رادیو آزادی همکاری میکنند. و در پایان صحبت چون همیشه نگاه میاندازیم به قرب اسعار خارجی در بانک های تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی که برای امروز از سوی بانک ملی معین شده است، $1 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 69 درم و 1000 روبل روسی 143 سومانی و 30 درم است. ضمناً بینندگان عزیز، چند روز اخیر ساکنان تاجیکستان از کمبود دلار شکایت میکنند. همین موضوع رو ما امروز در برنامه خبری هم مطرح خواهیم کرد. از این خاطر تماشای برنامه رو فراموش نکنید. موضوع زیادی روز داریم که فکر میکنم برای شما جالب خواهد بود و من قبل از آغاز صحبت با شما درباره تقدیر 30مین متهم به تجاوز و کشتار دختر 5 ساله توجیک نیز جواب داده بودم، اما بار دیگر میگویم که به همه اونهایی که در این باره از ما سوال میکنید قرار است سود نوبتی 30مین ماه اپریل برگزار شود و ما حتما درباره جزئیات آن برای شما معلومات خواهیم داد. من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری و همین گونه در سرخط خبرهای روز منتظر میشوم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.